کی تو پروا پیشوای نداره. میلاد نیستگی، همین پیشوای میلاد نومی بزیبایی که نومی پدرت. پیشوای ملت انا می خیلی آدمو وطن یا فروخت. نمشقای وطن تمام یهی خدای این چی ناموسه، این چی جوان مردیه. با خدای فرعون مردمش کم علم ساختک، درکی علمیشونه پایان آورد که چطور نفهمند. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین. عیناً همون متد دیکتاتورها همون چیز است. به هر صورت من شما را قبول کردم، خلاصه بفرمایین، اما فقط کوتاه. سلام علیکم شکر خدا. که در تاجیکستان مکه طرفدار شمایم. من که یکم سوال باشم مرحمت. ما فقط یک سوال دارم. چرا که بگیم در اینجا بگیم اسلوب ما در برنامه حق باطل همین است که ما با چهره قبول میکنیم. در تاجیکستان همین برنامه‌های حق و باطل، برنامه صدای مردم، برنامه منبر مهاجر یا که برنامه بگیم راهبر گروه 24 سخنرانیش، در تاجیکستان همین گپا را میشنون مردم. 100% ما آدمایی که ما خودم میدونم میشناسم تماشا میکنیم. ما چیز گوگل یا پروگرام اسکچات کردیم، اگه خیلی اسکچات میگه تلفن دار. همون باشه، اما هر چیزی که هست باشه. مهم همین پیغام ها میرسن در مردم. 100% ما چند قدم میدونم میشناسم. مردم این مبارز چی پیغام داری از داخل وطن؟ ما خطیتونه زنده باشین، سربلند باشین. ما خطی شماییم. ما دائمی جمع باشیم خطی شماییم. انشالله بروز میشه که از نزدیک میبینیم. چهره شما را من دیدم در پایان. انا موضوع را که بگو. موضوع قهرمان. رحمانوف در زندگی مردم یک قهرمان میمونه یا که نه؟ نیست قهرمان میمونه. یکم پرزیدنت بده که زمین بفروشه. این قهرمانی نیست. راست میگه. فهمیدی پیشوای ملت؟ فروخت از زمین نه فروخت از همین قبول داری؟ اینا بیا گپ دیگه همین من نمیدونم اکید. ببین پیشوای ملت نیستگی همین اگر خواتن دوستور باشی همین وقت سمرقند و بخارا را دست دادیم تا حاضر همو دمایی که سهم داشتن در دست دادن همو را بعد نمیبینی شما نمیکنی. چندین سال شدیدن. این سمرقند و بخارا را رنگ همین خود تاجیکا واری فروختنش بره. رنگ ما رنگ پیشوای تو نه رنگ خودت باری همین علا کردن دادنش برفت. تاجیک مردم همین را علا کردگی دادگی برفت. رحمانوف کی تا علا کرده دادگ بعد زمین. خدا قسم اگر رنگ ما میبودن کو اگر رنگ ما میبودن کو هیچ وقت زمین بخارا را دست نمیدادیم. رنگ خودت بدن. انشالله. فهمیدی؟ رنگ خودت بدن. کی پروا نداره. میلاد نیستگی. همین پیشوای میلاد نومی بزیبایی که نومی پدرت. پیشوای ملت انا می خیلی آدمو وطن وطن تمام یهی خدای این چی ناموسه، این چی جوان مردیه. با خدای خیلی که با بالاتر نریم. میفهمم که ما بگم بعد برم اکا. بیا خیلی برادر گفت بگم که من مهاجر قبول میکنم. مهاجر و بشیر هر دو تا قبول میکنم. یک بار. رحمانوف یک خوین میمونه هیچ وقت قهرمان نمیشه. انشالله نمیاد در تاریخ هم یک خوین یک ظلمکار یا بدبختترین آدم میمونه. انشالله. خدا نگهدار سربلند باشه که با مبارزه هم موفقیت انشالله پیش و میخویم با نزدیکی انشالله زنده باشی. میاییم. خدا نگهدار. خب من شما را استودیو بیرون کنم. برادر مهاجر و برادر بشیر بای کجا شدی خیلی به چهره. من به چهره قبول نمیکنم. با این شکل قبول میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. با یک بار دیگه. علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. برادر مهاجر شما منتظر باشین خیلی. برادر بشیر آدم جدید است و این صحبت کنه. باز برمیگردیم با شما. زنده باشی. خیلی بچهای خوب باشه که گپ بفهمین تا جوش. این بچه بفرما برادر بشیر. سلام علیکم برادر. علیکم السلام.
رحمانوف در زندگی شما هم چه قهرمان میمونه یا که نه؟ ای قهرمانی چیه او؟ او اینی قهرمان اینی پیشوای ملت. قهرمان میشه و قهرمان خیر، قهرمان میشه و قهرمان شر. شر یعنی قهرمان بد. ما امام ماهی را همچون قهرمان بد میشناسیم. چی میکنیم؟ برابر. چی میگوی پیشوای ملت چی میگوی؟ با کدام سبب اکی حسین با کدام سبب بد سوال آمده دادی؟ اکا خیر برای که فقط بدی شدیدیم خوبیش نه آخه. خب لایک موندی پیشوای ملت. نه من نموندم اکی حسین. یگان کنوکای دیگر غیر لایک نجخی. خب گرده لایک مونی ندارم. انشالله که داره آوازی او سبرا میجخه. من یک برادر دیگه در اینجا قبول میکنم. خب مهاجر بشیر. خب مهاجر یک مهاجر دیگر است که اینجا قبولش میکنم. نه یگان آدم جدید. گرگ تنها با آمده است. قند زدی آخه من واقعا گرگ بودایده. همین از استودیو بیرونش میکنیم با داخل میشه. میبینیم یک برادر کلانسال اینجا غیر از او. خب محمد شما را قبول کنم. برادر محمد شما را قبول کنم ما در استودیو. بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبه اکای حسین چه حال داری؟ سلامتی خوب؟ میشه به خدا را شکر. ما شما را بگذارم شما صحبت میکنین؟ بله با همین پیشوای ملت یا تو. خیلی خوب. برادر در حالتی که میگوی که ما 5 وقت نماز میخونم ما الحمدلله مسلمانم، یعنی میگویی که رحمانوف قهرمان است، یعنی کارهای خوب شد دیگر کارو شد. در حالتی که نبود که رحمانوف چی گفته بود یک برامه چه گوش نکرده بودی چی گفته بود؟ چی گفته؟ نگفت که کسانی که حجاب به سر میکنن اونا اصلا گمراه گشتگانن. گمراه گشتگان. البته. اگر در وجود تو برادر ذره مقصد مسلمانی خدا خبر دارم ای چیز ما خبر دارم وای بعضی آدم را گفت فویشایی که حجاب به سر میکنن. مثلا بعضیش مثلا مثلا فویشایی که حجاب به سر میکنن. چه فویشه تو بجا میکنه؟ و پوری فویشه همی حجاب میکنه شهر دگشته. خیلی فویشه حجاب به سر میکنه. اسلام پس زده. مایلش خیلی اسلام پس زده. یک لحظه برادر بشیر یک لحظه. فاحشه‌ای که حجاب به سر میکنن فقط با ما گپ زنی. فاحشه‌ای که حجاب به سر میکنن چیکار میکنه حجاب به سر کنن؟ نو جوابتی فاحشه اگر حجاب به سر کنه چیکار میکنه؟ فاحشگی میکنه. خب حجاب به سر میکنه خب چیکار کنه؟ شان و شرف اسلام میرزونه به این کارش. تمام. значит کسی که حجاب به سر میکنه فاحشه باشه شان و شرف اسلام میرزونه. رحمانوف خلیفه مسلمانایی که شان شرف اسلام دفاع کرده شده است. نو میگن امر پادشاه واجبه. دلیل تبیور. پادشاه عاقل. بس دلیل تبیور. اگه ما سواد دینی ندارم بابی حسین هم خشم میدونم که امر پادشاه واجبه. کدام شما سواد داشته؟ یا دو سواد سازم نداره. نه دنیاویش ساز داری نه دخرویش ساز داری. خیلی بیا. برادر خودت کور نیستی که همه حقیقت دیدستی. برادر ما همی یک 16 خویلم همی جنگ پنگ نیست تای تینجه همیش بس تای مده. ما دیگه در کوردور نیستم همی تینجی و امونیه همی یا دولت های بخدو. جنگ نیست آزادی مردم اگیش نگی مرده است همیشه هم بس ایتن. نه اکی ایش کنه مرده اگیش نگی اکا. ایش کنه مرده. اوکی که مرد بمیگه که مرد. نه ایش که گیشنه نیست های توجیکستان دا خیلی. برادر مردم ای بسیتی را مرده است های. ای خدا. ای گوشنگی را مرده است های. چی خیلی تونسته است همین دست سمپلی تیزه دوری باجو کدگی امور ایکسیت میگیرم. به هر سبب. همین قانون فروخته است. مثال
تنظیم میگن ممکن است از خود زیادی کردم همین و چی با که وقتی میروی رئیس قشلاق یا که چای دست سمپلش میتی اجازت هست پس معلوم میشه که تنظیم فروخته است میخری میکنی پول دادی اجازت هست پول ندادی اجازت نیست همین است پیشوی اکی حسین همی برادر خیلی در گپ داشته یک باز منم یک بیا салом алайкум ҳусейн ашуров و علیکم масъалаи монополия гуфтен шумо ها ҳамин шумо дар зиндагитон як барномаи ҳақ ва ботил дорен кадом барномаитонро тамошо мекунем я бародарои худ ҳасан ашурову бо як бародари дигар ҳамвора мебурори ҳаминҷа даъво мекунанд як таи дигаш ай анвари текстил мебурояд менолаву иш мақсад шумо дар як барноматон барномаро монополия карген ту худ президент чай чӣ хел ту бародарота фарзандота дар сари вазифа намемонӣ ҳаминро мара бугӯ خدا من قطعیش خیلی گپ زنم اون برادر من یک شهروند جمهوری تاجیکستان در این برنامه داخل شده گپ زده و حق داره و اون برادر دیگر هم اگر که در اینجا داخل شده گپ زده او حق داره در اینجا که داخل شده گپ زد این معنا نداره که اونجا وظیفه داره خیلی گپ میزنی همین عقلیت کار کردم اینجا چی گفتی شما سوز نفهمیدین سوالی مرا آخه سوال تر از سوز فهمیدم این همینجا در آمدک میگه که همینجا میدروین مناپولیا میکنین ای آدم بگو گبزه حتی شما کی نه گپ زدن ده به خاطری که فهمیش که ندارین واقعا مشکل گپ زدن مسکت چی بجا کدگی ای بانا نمیشه مسئله چی دا گپ زد مسکره چکو میکنی خیلی بیا در مسئله های همین گلوبال نی بگذار رحمانوف در تاجیکستان مناپولیا کردگی است چی را مناپولیا کردگی چون مردم مهاجر میگن власт власт бра маълумот дошта бошӣ диплом дошта бошӣ тариқи озмуно метавонӣ дар тамоми вазифаҳо бидрои кор кунӣ $10,000 бите кор кун ягон $1,000 нате бародар ҳамаша дидему гузаштем ҳамин коро از رحمانوف بس یک بار تا از رحمانوف دفاع میکنی бале نمی یک چیز من حیرانم ده биё сари масъала бра ту чӣ سری مسئله نمیرم تو ای رحمانوف دفاع میکنی همین مسکر پوشی شما برای چی اصلا کرونا ویروس جای ما خنک خیلی پیشونی تا خیلی طوری سرت محکم نه روت یا به خاطر محکم که دگین اینا رو بشناسه گو رحمانوف خانواده اینا رو فشار میره تو ای رحمانوف دفاع میکنی اصلا من نمیفهم که شما پنهان کردن تو از کی پنهان میکنه ای ما پنهان میکنین ما در اینترپول تون میتیم سری مسئله برین نه سری چی به شما پنهانین بجا از مردم از حکومت باور ندارین شما نمیخواین که مردم چهره های شما را بشناسن همین خیلی میکنین یا که چی هست اینجا یگون سیلی هست ما باوری داریم 100%. از چی باوری داری؟ ای حکومت پوستی در کجایی؟ ای ما بیرون ای تاجیکستان چیکار میکنی؟ باوری کنی اومده ما مهاجر باوری کنی اومده ما مهاجر خدا مهاجر خداوند آدمی داده که به عقل میکرده یکم ساختیت میکرده واقعا مشکل است رحمانوف در این قمودت واقعا تونست که مردم بگیم در قرآن درباره فرعون خدا میگه که فاستخف قوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاستخف قومه فاطاعوه فرعون مردمش کم علم ساختک درکی علمیشون پایان آورد که چطور نفهمند فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین عیناً همون متد دیکتاتورها همون چیز است رحمانوف واقعا این ملت مردم نسل جوان واقعا اینقدر پایان آورد